همونطوری که میدونید ما با گواهینامه ایرانیمون نمیتونیم داخل آلمان رانندگی کنیم و مجبوریم که بعد از 6 ماه این گواهینامه رو تبدیل به گواهینامه آلمانی کنیم. برای این کارم خب مسلما باید هزینه‌های زیادی رو بدیم، از امتحان تئوریش گرفته تا کلاس‌های عملی. حالا این رایی که امروز میخوام بهتون معرفی کنم بهتون کمک میکنه که پول زیادی رو تو قسمت عملی ماجرا سیو بکنید. یه سری فضایی هست به اسم فرکرز اوبونگز پارک یا فرکرز اوبونگز پلت که یه فضای محافظت شده هستن و به شما این امکان رو میدن که با یه شخصی برین و اونجا تمرین رانندگی کنین بدون اینکه هزینه‌های زیادی رو بابت مربی رسمی آموزشگاه پرداخت بکنین. حالا من امروز دارم میرم اونجا، با من همراه باشین بریم ببینیم که به چه صورت. الان من تو منطقه فرکرز اوبونگز پارک هستم، جایی که شما میتونید با قیمت خیلی کم تمرین عملی رانندگی کنین. مثلا با ساعت 10 یورو میایین توی منطقه محافظت شده با یه مربی که حالا میتونه فامیلتون باشه، دوستتون باشه، تمرین رانندگی کنین.